میگن تو زمان شاه یه بابایی مغازه عرق فروشی داشته. مغازه این طرف دقیقاً زیر خونش بود. یه شب تابستون میره رو پشت بوم میخوابه. دقیقاً همون شب یه غریبه میاد و دم خونش رو میزنه. عرق فروش از پشت بوم نگاه میکنه، میگه چی میخوای این وقت شب؟ طرف میگه عرق میخوام. عرق فروش کلید مغازه رو میندازه پایین، میگه برو تو مغازه هر چی میخوای بردار، کلیدشم بذار جلو در، میام برمیدارم. طرف میره تو مغازه 3 تا بطری برمیداره و میره. میگذره 2 روز بعد همون عرق فروشه رو تو بازار میبینه. میگه 2 شب پیش تو مغازه تو 3 تا بطری عرق لاری برداشتم، قیمتش چقدر میشه؟ عرق فروشه میگه فلان قد میشه. طرف میگه ببین بنده خدا، تو نه منو میشناسی نه میدونی کیم، چرا کلید مغازه رو دادی بهم؟ حتی بعدش اصلا نگاه نکردی ببینی چه اتفاقی افتاده؟ من میتونستم کلا مغازه رو خالی کنم، واقعا چرا این کارو کردی؟ عرق فروشه یه حرفی میزنه که طرف کپ میکنه. میگه من خیلی سال دارم عرق میفروشم، تا حالا عرق خور حروم خور ندیدم، نه تو اولیشی و نه آخریشی، من با همه همینطوریم. عرق خور جماعت مرام و معرفت حالیش میشه، این کارا رو نمیکنه. میگه که به قمارخانه رفتم همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی.